بله. این چه کشیه؟ چه کن آلنویک لخته. البته من آلنویک یک رو بازی نکردم ولی فکر نمی کنم این شخصیت آلنویک باشه. یادم کش نکن. یعنی چی؟ یه چیزایی داریم کشف میکنیم. نه چیزی کشف نکردیم. شاید ترنسه بگذاریم. خب حرکت. این زاویه میریم که همه چی مشخص باشه. برادرم پیدا میکردم. بی پدر من اینجا لخت دارم راه میرم میگی ولش کن بیا بریم. چه دنیایی شده. بومبست راز. من اصلا از بازی ترسناک نمیترسم. بازی ترسناک اصلا وجود نداره. مال کسایی که به خرافات و اینا اعتقاد دارن. من همچین اعتقاداتی ندارم. ببینیم بازیش چجوری به هر حال تجربه‌ای بکنیم. بدون تجربه آدم نمیتونه حرف بزنه. یه آهوی زیبا. what the fuck. زهر مار. بی پدر. صدا چیه؟ بود میتونه بدو این بازی کن. یک هم دیگه بدو شاید از این هیکل زشت در بیاد. یکم باید تمرینات حوازی انجام بدیم بچه ها. میدونیم what the fuck. خب این باری میدونیم تمرینات حوازی به این سمت هم به هر حال میتونیم انجام بدیم. رفته؟ یا روی اسکیزوفرنیه بابا. هیچ مسخره بازی چیه. کوه نوردی کنیم. چرا صدای خر داره میاد؟ آدم نیستن. فرار میکنیم. فرار برقرار. what the fuck. پیش مگه روح تفنگ داره مگه؟ بابا فعلا. خب مطمئن این شخصیت اصلی نیست. خدا رو شکر نداره رو شخصیت اصلی با این کون لخت و این ترکیب زشت بخواد بازی کنه. همین الان این بازی رو پاک میکردم. جریان چیه؟ Why so serious bro؟ باشه بابا آروم. چرا خشنه؟ قلبشو در آوردن. چند نفر دیدنشون فرار کردن و اینام دارن دنبالشون میرن. جالب شو. مشخص مناطق محرومش. زن جو رو بررسی کردیم. ولی اینجا چی نوشته؟ Confused follow the steps, wash your hands, take chicken on the fridge, take a nap. اوکی. گفته چی میگه؟ داریم رم میشه کشف. این علامت ها اینجا هست. wash your hands. از چی کجاست؟ اول اینه. سه دکتر رابینه. بعد از یخچال
چیز در بیار، مثلثات هم رفته برعکس، مثلثات هم رفته مورب برعکس. خب بعد تک نب، کجا میری نب بزنی؟ کجا میری اینجا باید نب بزنی دیگه. رفته خوبه دو تا مثلث که کیانشان به هم یه چسبیده. این چیه؟ حوصله نداریم بخونیم؟ میریم که داشته باشین. قفل رو باز میکنیم یا اول فرض. خب مثلث مورب، مثلث برعکس، مثلث کنون به هم چسبیده. برادر تیر، نمیدونم چی. Don't take anything if you aren't one of trees. اگه جز فرقه درختان نیستی هیچی بر ندار. تا اینطور صحبت میکنم با این کاراکترها راجع به قربانی صحبت کنم. این یارو کپ مکس پین یکه. چقدر قیافه شبیه مکس پینه، خدا وکیلی. همه چی شبیه، حتی با اون گرافیک کمش. نگاه کن سراخ نگاه کن، خود مکس پینه. رو چه کافی شروع کنیم یا نه؟ این چیه؟ کنار کوچیکه، تو میدونی؟ مکس پین خدا وکیلی خیلی شبیه مکس پینه. خوبش What was the cause of death? What other clues can the body give me? Some slight text. A tattoo? I feel the strength is a tattoo guy. شواهد داریم بررسی میکنیم. Signs of being submerged in water elsewhere. شواهد متوجه شدیم که چیزی باید تو سینه‌اش باشه. مدرک رو مشاهده میکنید که Same type of picture we found in Golden Lake. Wait. مگه میشه؟ بابا جنازه مگه بلند میشه؟ فیلمش بازیش تخیلیه. چه No weapon. Maybe she's scared to get into the light. Try to ascend in the light to avoid being detected by enemies. باید توی نور باشم که کسی نبینتم. چه عجیب، معمولا توی تاریکی میرم، توی روشنایی نمیرم. حرکت کن. Some your head if you save happens to be resist hope. If you leave or attack yourself, you might be contemplating. Okay.
هچل کل سکسی رو کشتی.